اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. سروران، عزیزان، دوستان گرانقدر، خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم لطف و رحمت خالق منان است که برای ما فرصتی داد که خدمت شما برنامه از برنامه های عقیده در پرتو قرآن و سنت تقدیم بکنیم. عزیزان گرانقدر، ما با شما در برنامه قبلی درباره توسل صحبت کردیم و گفتیم که ما طریقه های درست توسل از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیریم. پس ما چند قسم توسل داریم. آنچه در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما در اقسام توسل آمده هست. قسم اولش توسل به نامها و صفات الله سبحانه و تعالی بود. قسم دومش توسل با نسبت نام خالق به یکی از مخلوقات، رب جبریل، رب میکائیل، رب اسرافیل. متوجه هستین؟ این قسم دوم یا طریقه دوم از توسل بود. قسم سوم توسل با ایمان خود انسان است. ربنا اننا آمنا، پروردگار ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا. اینجا توسل با ایمان خود انسان میشه. قسم چهارم توسل با اعمال خود انسان است که حدیث امو سه شخصی را گفتیم که در غار بند مانده بودن و هر کدام عمل نیک خود با عمل نیک خود توسل کردن. این عمل گفتن پروردگار این کار به خاطر رضایت تو کردیم، خودت میدونی که وقتی اگر به خاطر رضایت تو کرده باشیم و مورد قبول تو قرار گرفته باشه، پروردگارا این وسیله قرار میدیم و توسل میکنیم بالای ما رحم بکنین. و دیگه طریقه پنجم توسل به عاجزی و ناتوانی خودشان بودن که بهترین مثال که قرآن عظیم شان برای ما بیان میکنه توسل زکریا علیه السلام است. بیاین ببینیم زکریا علیه السلام وقتی خودش پیغمبر است. شما ببینید زکریا علیه السلام شخص خرد نیست، کوچک نیست، بلکه پیغمبر الله هست، نبی از انبیا هست. حالا این نبی از انبیا به نزد کدام شخصی نمیره، راسا به بارگاه الله میه و توسل میکنه. چه قسم توسل میکنه؟ ببینید در آیه در قرآن عظیم الشان در سوره مریم از آیت 4 شروع میشه. سوره مریم آیت 4 الله سبحانه و تعالی در مورد زکریا علیه السلام میگه که زکریا علیه السلام قال گفت. اونجا قبل از میگه که نادى ربه نداء خفیه که زکریا علیه السلام ندا کرد به پروردگار خود. قال گفت ربی، ای پروردگار من. ببینین اینجا توسل به نام از نامهای الله شد. حال شروع میشه توسل به عاجزی خودش. حال میگه که پروردگارا اینی مکه هستم، وهن العظم منی، بوسیده شده است استخوانای من، واشتعل الرأس شیبا، و موی سرم از پیری سپید گشته، ولم اکن بدعائک رب شقیا، و من هرگز در دعای تو ناامید نبودم. و اینی خفت الموالی من ورایی، و من پس از خویشتن از بستگانم بیمناکم. و کانت امرأتی عاقرا، و همسرم هم عاقر و نازا هستن. فهبلی، ببینین فهبلی آل دعای خدا میگه. ببینین صفات عاجزی خدا به الله پیش کرد. آل میگه فهبلی من لدنک ولیا، پس پروردگارم
پس پروردگارا ببخش به من، ببخش بر من از بارگاه خودت یک وارث، یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعله ربی رضیا. پروردگارا که ای وارث شوه از آل یعقوب و وارث ما باشه و وارث آل یعقوب باشه، واجعله ربی رضیا، و پروردگارا او را راضی بگردان. خب پس اینجا در این آیت شریف ما میبینیم که الله سبحانه و تعالی بر ما بیان میکنه که یکی از انواع درست توسل با چی است؟ با بیان حالت ضعف و بیچارگی خود انسان است. بس انسان مسلمان وقتی مشکل پیدا میشه میگه که پروردگارا تو رحمان و رحیم و غفور هستی و من بنده عاجز هستم و ناتوان هستم و بسیار وضعیتم خراب است و من در این تو یک مشکل قرار دارم و نمیتونم مشکل حل بکنم. ای پروردگار متعال، علی یعقوب علیه السلام میگه الله میگه پروردگارا انی وحن العظم منی، استخوانایم بوسیده شده، عاجز هستم. در عالم اسباب وقتی انسان ازدواج میکنه جوان میباشه، قوت میداشته باشه، قدرت میداشته باشه، همسرش هم جوان میباشه و همسرش طفل به دنیا می بناهن از ما همه چیز دروازه های عالم اسباب بسته شده. وحن العظم منی، استخوانم ساییده و ضعیف شده و اشتعل رأس و شیب، موهای سرم کلش سفید شده و خانم ما که این هم سرسفید است، در پالیز عاقر است که در جوانی اینا اولاد به دنیا نمی آوردن. پس عالم اسباب کلش ختم است. آل با عالم ما فوق اسباب عاجزی و بیچارگی خود پیش میکنم. فهب لی من لدنک، پس میگه پروردگارا از بارگاه خود بر من فرزنده بده. اینجا هست که این درس قوی عقیدتی هست در توسل به بارگاه الله توسط عاجزی خود انسان. پس ما وقتی میخوایم که توسل ما مشروع باشه و قبول شود باید مطابق قرآن و سنت باشه و قرآن عظیمشان برای ما این توسل نشان داده. قسم ششم از توسل به چی است؟ توسل به اشخاص زنده می باشه. انسان میتونه توسل با چی بکنه؟ به اشخاص زنده بکنه. اولا مثلا آیا ما توسل به رسول الله صلی الله علیه و سلم میتونیم؟ با توسل به رسول الله صلی الله علیه و سلم در دو حالت میتونیم. یکی به اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم توسل میتونیم. چرا؟ در احادیث آمده که چی است؟ که مثلا میگه که به اتباع لرسولک و محبت له و ایمان به و سایر انبیائک و رسولک و تصدیق لهم و نحو ذلك. اینا بالاخره این توسل با چی میشه؟ ای که ما بگیم که ما یا الله ما ایمان آوردیم، ربنا اننا آمنا، ما ایمان آوردیم و ایمان آوردیم به تو و ایمان آوردیم به رسولت، بناهن ای خود ایمان شد. اما ما وقت توسل میکنیم با اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم، اطاعت میکنیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینمی اطاعت ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم سبب نجات ما میشه. یکی هست. دوم ای است توسل با دعا و شفاعت اشخاص نیک و زنده، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. وقتی اینا زنده باشن به نزد از اینا بریم و با اینا چی کنیم؟ برای اینا بگیم که برای ما دعا بکنن. مثلا در صحیح البخاری از انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که شخصی به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن. جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و سلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعه الى الجمعه. اینجا یه حدیث شریف میگه که وقتی که شخص پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و در قسمت خشکسالی و بی‌آبی بر رسول الله گفت که بر ما دعا بکن، رسول الله صلی دعا کرد و این دعا پیش پیغمبر رفته، پیش مادرتان میرین، پیش پدرتان میرین، پیش یک شخص بزرگی که زنده هستن، پیش هر کس میرین و براتون دعا میکنن. پس دعای از اونا یکی از توسل های درست است که انسان میتونه به اشخاص زنده برن. خب
مثال دومش حدیث رفتن 70,000 نفر به جنت بدون حساب. در حدیث صحیح بخاری و مسلم که رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده 70,000 امت من بدون حساب و عذاب داخل جنت می شوند. آنان کسانی هستند که خود رقیه نمی کنند و از دیگران طلب رقیه نمی کنند، با پرندگان فال نمی گیرند و همیشه به پروردگار خود توکل می کنند. عکاشه ابن محسن، شاهد اینجا هست، عکاشه ابن محسن بلند شد و گفت به من دعا کو که مرا جزء آنان قرار بدهد. پس اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برای هم دعا میکنه و برشان میگه که تو هم جزء از اینا هستی. پس صحابی میایه و پیغمبر زنده هست و از پیش از او طلب چی میکنه؟ طلب دعا میکنه. مثال سومش طلب دعای نابینا هست. عثمان بن حنیف رضی الله عنه میگه که شخص نابینایی به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت برای من به الله دعا کن که مرا بینا کنه. ببینیم پیش شخص زنده پیش رسول الله صلی الله علیه و آمدن و گفتن که دعا کن برای ما که چیز که مرا بینا کنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اگر میخوای برای دعا کنم و اگر میخوای صبر کنی که صبر برایت بهتر است. نابینا گفت برام دعا بکن. پس توسل با دعای شخص نیک. شما پیش صحابه پیش رسول الله صلی الله علیه و میرفتن، ما میتونیم مثلا پیش یک عالم، پیش یک انسان با تقوا، پیش مادر خود، پیش پدر خود، پیش استاد خود، پیش ازی بریم و برش بگیم بر ما یک دعا بکنین. و شرط نیست وقتی که طلب دعا میکنیم او شخص رتبهش از ما کده بلندتر باشه. بعضی اوقات میشه که انسان حتی بر کسای دیگه هم بگه که بر ما چی کنین؟ دعا بکنین. پس این شخص نابینا چی گفت؟ و رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که ادعو الله ان یعافینی، دعا کو به الله که مرا چی کنه؟ مرا صحتمند بسازه. مثال چهارم توسل شما سعی کنین طلب دعا از عباس رضی الله عنهما. ببینین در عصر عمر رضی الله تعالی عنهم وقتی که قحطی میایه، عمر رضی الله تعالی عنه و صحابه و دیگران به قبر پیغمبر نمیرن. ببینین کجا میرن؟ همه از اینا میرن عباس رضی الله تعالی عنهما، حضرت عباس رضی الله عنه را میخواین و برش میگن که شما بیاین بر ما دعا بکنین. ببین اینجا عمر رضی الله تعالی عنه میگه که اللهم انا كنا نتوسل الیک بنبینا، ما توسل میکردیم به نبی ما میرفتیم وقتی که رسول الله صلی الله علیه و زنده بودن، میرفتیم میگفتیم یا رسول الله صلی الله علیه و بر ما دعا بکن در اینی مشکل، و رسول الله صلی الله علیه و بر ما دعا میکردن. و انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا، پس پروردگار ما توسل به عم پیغمبر خود میکنیم. این حال عمر رضی الله عنه صحابی بود، اما عباس رضی الله عنه هم صحابی بودن و هم از آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن و هم مسن و بزرگوار ریش سفید بودن. پس عمر رضی الله عنه چی میکنه؟ میایه پیش عباس رضی الله عنه و برش میگه که بر ما دعا بکو، و عباس رضی الله عنه بر از اونها دعا میکنه. و اینجا هست که خب اینجا سوال پیدا میشه، آیا قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا نبود؟ بله بود. رتبه عباس بلند است یا رتبه پیغمبر؟ بدون شک رتبه پیغمبر بلند است، او پیغمبر است و این صحابی از آل بیت رسول الله صلی الله علیه و است. چرا صحابه پیش قبر نرفتن و از عباس خواستن که دعا بکنن؟ به خاطر که توسل صحیح شرعی که مطابق قرآن و سنت است و چی است؟ ای همو چی است؟ ای توسل هست که صحیح و درست و شرعی همی است که ما با دعای یک شخص نیک و صالح چی میکنیم؟ توسل میکنیم. پس دوستان عزیز و گرانقدر، در قسمت توسل باید یک انسان مسلمان موحد یکتاپرست بفهمه که توسل یک عبادت است. وقتی توسل یک عبادت است، پس این عبادت ما باید مطابق قرآن سنت انجام بدیم. و مشکل زیادی که در توسل پیدا میشه غالبا این است که بعضی دوستا متأثر به ادیان و اهل ادیان دیگه میشه. مثلا بت پرستا اونا توسل میکنن به مجسمه ها. چرا اونا توسل به مجسمه ها میکنن؟ به خاطر از اونا که اونا عقیدیشون غلط به این است که اونا فکر میکنن که الله بعید است، یا الله در رحمت الله شک میکنن که مهربان است. پس به خاطر جذب مهربانی از او چی میکنن؟ و پیش مخلوقات میرن. و امی خطرناک خطر فلسفه بت پرستی دمی هست که
بت پرستا مشکلشان در توسل از کجا پیدا میشه؟ مشکل بت پرستا چرا بت پرستی رواج پیدا میکنه؟ به خاطر ازی که اول بت پرستا خالق متعال سبحانه و تعالی را به پادشاه تشبیه میکنن. زمانی که عمرو بن لحی اینا میرن به شام و اونجا بت پرستا هستن، بت پرستا بر از این طریقه بت پرستی رو نشان میده و برشان میگه که این بت‌ها رو چرا شما پرستش میکنین؟ خب عمرو بن لحی که بود شخصی بود که رهبریت دینی را گرفته بود لکن خودش جاهل بود. این انسان جاهل وقتی که در اونجا میره مردمای از اونجا بت پرستا بر از دینا فلسفه بت پرستی رو بیان میکنن. فلسفه بت پرستی چی هست؟ اونا برش میگه که الله مثل پادشاه هست. اگر این علم می داشت برشان میگه لیس کمثل شیء، هیچ چیز مثل الله نیست. شما چی میگین؟ غلط میگین. ایشون علمیت نداشت، این نقطه هم رایشان قبول کرد. وقتی که قبول کردن که الله مثل پادشاه ها هست، خب گفت شما پیش پادشاه مستقیم میرین؟ عمرو بن لحی گفت که نه خیر، ما پیش پادشاه مستقیم نمیریم. پیش کی میرین؟ گفت ما پیش پادشاه اول عریضه خودم میبریم پیش سکرتر پادشاه، پیش رئیس دفتر پادشاه، پیش وزیر پادشاه، پیش مقربین پادشاه میبریم. باز وقت عریضه خود بر از اونا تقدیم، اونا عریضه ما رو میگیرن، باز این رو به پیش پادشاه میبرن. خب گفتن درست است، وقتی شما پذیرفتین که الله مثل پادشاه هست، پس پیش الله هم باید مستقیم نرین. اول عریضه تانه برای مقربینش چی کنین؟ تقدیم بکنین. اونا باز عریضه شما را چی میکنن؟ باز بر از اونا پیش میکنن. بناهن اینا توسل به چی میکنن؟ به این بتها میکردن و میگفتن که این بتها مقربین هستن. ما نعبدهم، وقتی بر از اونا ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض، وقتی از بت پرستا پرسان میشد که آسمان ها و زمین کی خلق کرده؟ لا یقولون الله، میگفتن الله خلق کرده. خب آسمان ها و زمین الله خلق کرده؟ میگفتن بله. پس شما چرا پیش از اینا میرین؟ باز اینا میگفتن که ما نعبدهم، ما اینا را عبادت نمیکنیم، پیش از اینا نظر میبریم یا مثلا به اینا سجده میکنیم یا رکوع میکنیم یا حیوانی را در زیر پای بتها ذبح میکنیم، الا لیقربونا الی الله، مگر به خاطر که اینا باز ما را به الله نزدیک میسازن. و قبر پرستا در حبشه عین فلسفه رو داشتن. اونا پیش قبرها میرفتن و فکر میکردن که این صاحب قبر چی هستن؟ یکی از اشخاص نیک است. ما میریم پیش ازی و ای باز امو عریضه ما را به الله پیش میکنن. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله. الله سبحانه و تعالی در جواب از اینا گفت که الله الصمد، الله بی نیاز است. الله به سکرتر نیاز نداره، الله به رئیس دفتر نیاز نداره، الله به مخلوق دیگه نیاز نداره. پس شما الله خودش عالم الغیب و شهاده هست، ذات لطیف است و خبیر است و ذات است که خودش اجابت میکنه. گفت ادعونی، دست دعا به بارگاه من بلند کنین، نه بارگاه مخلوقات. و این توسل مشرکین الله سبحانه و تعالی در آیات زیاد الله گفت که ما به بنده خود قریب هستم و ما به بنده خود و نحن اقرب الیه من حبل الورید اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. این کل آیات که هستن به خاطر چی است؟ به خاطر ازی است که امی عقیده رفتن به پیش غیر الله، پیش بت یا قبر، به خاطر ازی که این عریضه ما رو به بارگاه الله ببره، ایره به خاطر ازی چیز شد. و در این چی مشکل پیدا میشه؟ و کسانی که مثلا توسل با این اشخاص میکنن، صفات رحمان و رحیم و سمیع و بصیر و لطیف و خبیر و تمام صفات الله را به این میتن. پس میگن که ای بر ما قریب است، العیاذ بالله الله قریب نیست. ای بر ما مهربان است، العیاذ بالله الله دعای ما را قبول نمیکنه. پیش از این میریم که مهربانی الله را جلب بکنم. پس در اینجا دو مشکل پیدا میشه در بت پرستی و قبر پرستی. مشکل اول این مشکل است که اونا صفات رحمان و رحیم و قریب و مجیب و اینی صفات الله را برای کی میتن؟ برای مقربین میتن و این کفر است. و مشکل دومشان چی هستن؟ که صفات ظالمانه پادشاه را به خالق متعال نسبت میتن. چرا خالق تشبیه با پادشاه میکنن؟ پادشاه چرا عریضه ما را مستقیما نمیگیره؟ به خاطر که پادشاه یا ظالم است یا محتاج است. ظالم است انسان‌هایی که رودار هستند و انسان‌هایی که قدرتمند هستند، اونا را مستقیما دروازه‌اش باز است، اما برای مردم‌های بیچاره دیگه دروازه‌اش بسته است. از این خاطر باید به مقربینش رجوع شود تا که اونا باز عریضه را به دربار از او ببرن. پس
این ظالم است این پادشاه. و یا پادشاه محتاج است، نمیتونه که عرایض کل مردم بپذیره، پس مجبور میشه که سکرتر داشته باشه، رئیس دفتری داشته باشه، وزیر داشته باشه تا مردم پیش از او برن و باز اینو هم خلاصه از او بره از این پادشاه بیان بکنه. بنا ان تشبیه خالق متعال به این پادشاه ها مشکل بسیار بزرگی پیدا میکنه که اول صفات ظالمانه و صفات عاجزی و ناتوانایی پادشاه را به خالق نسبت میتن که این خودش کفر است، و دیگر این است که صفات رحمان و رحیم و خبیر و علیم و لطیف و صفات الله سبحانه و تعالی را به مقربین میتن، و این کفر دیگه هست که متاسفانه عصر جاهلیت به این مبتلا بودن. الله متعال سبحانه و تعالی بر ما و شما توفیق نصیب بکنه که به الله سبحانه و تعالی مستقیما دست دعا بلند بکنیم و به طریق به الله سبحانه و تعالی توسل بکنیم، یا توسل به نامهای الله بکنیم، به صفات الله بکنیم، بگویم یا الله تو رحمان هستی، رحیم هستی، غفور هستی، تواب هستی، تو رحمان و رحیم هستی، بالای من رحمت بکن. یا الله تو سمیع هستی، میشنوی سؤال من بیچاره را اجابت بکن. یا پروردگارا تو تواب هستی، من گناهگار هستم، پروردگارا گناههای مرا ببخش زیرا تو ذات تواب هستی. ما برش میگیم یا پروردگارا تو غفور و رحیم هستی، مغفرت میکنی، غفار هستی، ما گناه کردیم، گناههای مرا مغفرت بکن. و به این شکل با اسماء الله، با صفات الله و با طریقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبران، نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین توسل کردن، با این طرق توسل بکنیم. پروردگار متعال بر ما و شما توفیق نصیب بکنه که توسل بکنیم مطابق قرآن و سنت، که هم در دنیا خوشبخت شویم و دعای ما پذیرفته شود و هم سبب خوشبختی و سعادت ما در آخرت بگرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك